هستید. گزارشگر جوان ما سوالهای قدری متفاوت‌تر از جناب عالی آماده شده براشون، سوالها رو بپرسند، برمیگردیم و مجددا خدمت جناب عالی خواهیم. آقای محبی سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر. آقای سعد سلام عرض می‌کنم خدمت شما. من علیرضا محبی خدمت آقای کفاشیان سلام عرض می‌کنم و خوش آمد بهشون میگم و اگر موافق باشن بخش گزارشگر جوان رو در خدمتشون آغاز می‌کنم. آقای کفاشیان فکر می‌کنید با اومدن آقای قطبی فوتبال ما چند قطبی خواهد ماند؟ الان با یه قطبی نگرش داریم تا انشاءالله بریم جلو. تا به حال کفش فوتبالی هم پاتون کردید؟ نه خیر کامل. امپراتورها، ژنرال‌ها و سلطان‌های فوتبال ایران در کجای فوتبال ما حکومت میکنن؟ بالاخره این استنباط‌هایی هستش که در رسانه‌های ما و مردم هستش و یکی از سرگرمی‌هاشون هست دیگه. آقای کفاشیان جوونیتون قرمز بودید یا آبی؟ هیچ کدوم نبودم. فوتبال کدوم بازیکن رو از همه بیشتر دوست داشتید؟ بازیکنان قدیمی و جدید و قدیمی رو عرض کردم خدمتتون. من آقای پروین و فوتبالش خیلی دوست داشتم. خیلی متشکرم هستم. تماشاگرنماهای فوتبال ایران تحت فرماندهی گروهبان‌ها هستند یا ژنرال‌ها؟ من فکر کنم هیچ کدوم، تحت در واقع فرماندهی خودشون هستن و نظرات خودشون رو میگن. آقای کفاشیان تلخ‌ترین نتیجه‌ای که در دوران ریاست شما بر فدراسیون فوتبال گرفته شد؟ همین بازی امسال ایران با عربستان بود که خلاصه خیلی ما رو خراب کرد. اسامی چند تا تیم باشگاهی رو میگم خدمتتون، شما سرمربیاشون رو بفرمایید. لیورپول. من خارجی ها زیاد وارد نیستم، بلد نیستم، نمیدونم. ما سعی کردیم که آسون باشه جناب کفاشیان. بعد با این حال من نمیدونم. یعنی بقیه رو نپرسم از خدمتتون؟ نه خیر. رئیس فدراسیون. من اسم خارجی رو سخت یاد میگیرم. نه خواهش می‌کنم، بخیر شما در خارج تحصیل کردید، الان هم رئیس فدراسیون فوتبال هستید، گفتیم شاید این سرمربی‌های خیلی سرشناس رو آشنا باشید بهش. اطلاعات رئیس فدراسیون فوتبال باید به روز باشه. اطلاع دارید که امشب 2 تا بازی در لیگ برتر انگلیس انجام شد، بین کدوم تیم ها بود؟ من میگم یکیش دیدم منچستر یونایتد با تیم خلاصه من راهنمایی میکنم تاتنهام. اون یکی رو هم اگر بفهمید ممنون. نمیدونم. لیورپول هم راهنمایی کنید آقای محبی. من لیورپولش رو میگم، آقای کفاشیان تیم دوم رو بگم. من باز نمیدونم. تیم دوم هال سیتی بودش. بالاخره خب مشغله کاری شما شاید اجازه نده آقای کفاشیان که فوتبال ها رو پیگیری بکنید. و به عنوان آخرین سوال، در سطح فوتبال جهان تا به حال شما سراغ دارید سرمربی تازه انتخاب شده ای رو که نتیجه‌ای نگرفت و بازی هم نکرد و از کار برکنار شد؟ نه اونم نمیدونم. آیه کفاشیان آشنا نیست براتون؟ یعنی از ایران میفرمایید؟ نه کلاً گفتم در سطح فوتبال جهان، بالاخره ما هم فوتبالمون جهانی هستش و شامل جهان. منظورش آقای مایلکوان هست؟ غیر از ایشون چی؟ غیر از ایشون دیگه نمیدونم. خیلی متشکرم، ممنون.